بعضی از مردم بیکارن، واقعا کار ندارن، شغل ندارن، دوچار توهماتن، مداوم قصه دین و آخرت مردم میخورن. نه دین رو میدونن چیه، نه آخرت میدونن چیه، هیچ کدام، همش قصه میخورن برام. بذاریم مردم راحت باشن، بذاریم مردم در سلامت روحی باشن. اینقدر در زندگی مردم هر روز مداخله نکنیم، ولو به خاطر دلسوزی. بذاریم مردم خودشون راه بهشت انتخاب کنن، به زور نمیشه، با شلاق نمیشه مردم راه بهشت برد. ما آمدیم و تا همون روزها که این بحث مطرح شد تو کمیته و ستاد مشترک رو بحث کردیم و گفتیم ما از اول باید از ارتش ما شروع کنیم. اگه بناس الزامی بشه که خود اول از نیروهای مسلح اینا باید اطاعت کنن، حالا برسیم به ادارات. اونجا بحث شد میشه نمیشه و قرار شد که ما این رو به عهده بگیریم. من تو ستاد مشترک همه رو جمع کردیم. عدد خیلی زیاد نبود البته، حالا عدد هم چقدر، 20 نفر بودن. یکی دو نفر با روسری بودن، بقیه هم بی‌حجاب بود. من رفتم براشون صحبت کردم، گفتم که باید با روسری همه بیاد از فردا. اینجا نظامیه، اینجا ارتش فلان، مقررات ویژه خودش داره، فرمانده وقتی چیزی میگه امام فرمانده شماست وقتی دستور داده میشه. به اضافه این کالا یک سری آیات و روایات و آخرت و دنیا و به نفع شماست و سالم میکنه محیط رو. و خلاصه تهش هم التیماتوم دادیم که از فردا هیچ که حق نداره بدون حجاب. خیلی اونجا شلوغ کردن، قور زدن، داد زدن، یکی گفت میشه. خلاصه اونجا ما محکم گفتیم نمیشه، از فردا باید همه باید. گفتیم من به دجوان و اینا هم گفتیم نه اجازه بیاده به راش ندید. از اونجا ما شروع کردیم. بعدش آمدیم تو نیروها. من آمدم تو نیروی هوایی، به من گفتن برابر برو نیروی هوایی و فرداش من رفتم نیروی هوایی. یه سالونی بود، همه اینا رو جمع کردن و تو همین دوشان تپه همه جمع شدن اونجا زیاد بود عدد این زنها، اونجا خیلی بود. اونجا صحبت کردیم، خیلی شلوغ کردن زنها. شلوغ بود، گفتیم ببینید این دستوره، باید این کار بشه و به هر حال حالا هر نکته‌ای داریم مسئله نیست، ما که نمیگیم چادر سر کنید فلان، بحث چادر نیست و بحث روسری است و چیزی نیست، هر سختگیری میکنید چیزی نیست، سر کنید برای آخرتتون دنیاتون. و اونجا هم تهش ما گفتیم که از فردا ما میگیم که کسی بی‌حجاب باشه راش ندانید، نمیشه این مقررات. و دریایی من این سجا رو در تهران رفتم صحبت کردم براشون، برای زنان یه مقداری اول استدلال و این از لحاظ اجتماعی و از لحاظ سلامت جامعه و مشکلاتی که درست میکنه بود، آیات و روایات، و بعدم تهش هم دستور و فرمان. و همونطور که در مسئله زنا قرآن میگه ولیشهد عذابهما طائفة من المؤمنین، توطئه‌گرها رو خوبه که در مراسم نماز جمعه بیارن به دار آویزان کنن تا مردم هم مشاهده کنن و تأثیرش تأثیر بیشتری باشه.